تصور کن توی مترو نیویورکی، شلوغ، پر سر و صدا و پر از هیاهو. یهو حواست نیست، پات لیز میخوره بین سکه و قطار گیر میکنه. درد وحشتناکی داری، خونریزی هم کرده و احتمالاً پات شکسته. مردم همه جمع شدن و اون وسط یکی داد میزنه آقا نگران نباشید، الان من زنگ میزنم به اورژانس. ولی تو با همون درد و خونریزی میگه آقا تو رو خدا زنگ نزنید، من پولشو ندارم. این سکانس فیلم نیست، داستان واقعیه که توی بوستون آمریکا اتفاق افتاده. یه زنی که پاش گیر کرده بین قطار و سکو از درد خونریزی التماس میکرده تو رو خدا زنگ نزنید به اورژانس چون من پولشو ندارم. اون ترجیح میداد بمیره ولی پاش به آمبولانس‌های آمریکا باز نشه. این اتفاق تیتر تمامی خبرهای چند سال پیش شده بود. امروز میخوایم در مورد یکی از ترسناکترین و عجیبترین بیزنس‌های آمریکا صحبت بکنیم. در مورد آمبولانس‌های آمریکا که گاهی یه سواریش میتونه از خود ماشین براتون گرونتر از آب در بیاد. سلام، به وبسکین خوش اومدید. شاید براتون خنده‌دار باشه ولی جدیداً توی خیلی از شهرهای آمریکا یه اصطلاحی به اسم اوبر آمبولانس باب شده. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یه اتفاقی واسه مردم بیفته، به جایی که زنگ بزنن به سر 15 یا 911 خودشون، نرم افزار اوبر یا لیفت خودشون رو باز میکنن. طبق یک تحقیق رسمی توی خیلی از شهرهای آمریکا وقتی اوبر وارد شد، استفاده از آمبولانس 7% کم شد. چرا؟ خیلی ساده است. شما فرض کن آپاندیست اوت کرده. به جایی که زنگ بزنی آمبولانس $3000 بدی و بری به بیمارستان، به جاش یه اوبر میگیری و فقط با $10 خودتو به بیمارستان میرسونی. البته اگر حادثه‌ای باشه که توش خونریزی هم کرده باشی، نیاز به شستشوی اون ماشین داری که با $50 میتونی سرترش رو هم بیاری. شما کدوم انتخاب میکنی؟ متاسفانه الان دقیقاً طرز فکر مردم آمریکا همین شده که میگن من چرا باید $3000 بابت این قضیه پول بدم؟ و خب هزینه خیلی زیادی هم هست. حالا سوال اصلی اینه، مگه تو آمبولانس چیکار میکنن که این همه هزینهش بالاه؟ اگه شما یه دونه از این فاکتورها رو ببینید مغزتون سود میکشه. $2500، $3000 و حتی گاهی بیشتر برای کارهایی که براتون انجام میدن. بریم با هم ببینیم هزینه ها چیه. ببینید هزینه اول 1000 تا $1500 تقریبا بابت اینکه فقط ماشینشون رو استارت بزنن و بخوان بیان سمت شما. اگر بیان پیش شما، چه سوار بشی چه سوار نشی، اون 1500 $، رو باید پرداخت کنید که در واقع میشه اون پول پایه‌ای که شما باید پرداخت بکنید. هزینه دوم هزینه مسافته. هر مسافتی رو تا بیمارستان طی بکنه به ازای هر مایل تقریبا $50 از شما میگیره. مثل تاکسی های اینترنتی که از شما به ازای مسافت پول میگیرن. یه سری تجهیزات هم توی آمبولانس هست که برای مواقع ضروری استفاده میشه. مثلا اگر بهتون اکسیژن وصل بکنن یا حالا باند پی جی نیاز باشه یا استفاده از دستکش و هر چیزی که بخواد باشه، بابت اون هم از شما هزینه میگیرن. در واقع توی آمریکا آمبولانس تاکسی نیست که بخوایم بگیم که آقا مثلا یه هزینه رو پرداخت کردی. یه آی سی یو متحرکه که تمامی تجهیزات به صورت کامل مثل یه بیمارستان داخلش هست. شما رو میتونه در مواقع ضروری به سلامت تا بیمارستان برسونه و شما در واقع داری پول اون تکنولوژی و اون امدادگرای متخصص رو میدی. خب شما میگین اکثر مردم آمریکا بیمه‌ان، چرا بیمه این پولو پرداخت نمیکنه؟ داستان اینه توی آمریکا ما یه چیزی داریم به اسم سورپرایز بیلینگ یا قبض غافلگیر کننده. شما بیمه داری ولی خب اکثر آمبولانسایی که توی آمریکا کار میکنن به صورت خصوصی کار میکنن و هزینه اون آمبولانس رو پرداخت نمیکنن. خب وقتی شما اتفاقی براتون افتاده، حالا یا خدای نکرده اگر بیهوش هم شده باشید، نمیتونید بلند شید به اون راننده بگید آقا شما با بیمه من قرارداد داری یا نه؟ پس واسه همینه که امکان داره این بلا سرتون بیاد. شما رو به بیمارستان میرسونن، حالتون خوب میشه و بعد از یک هفته میری خونه خودت و یهو میبینی بوم یه قبض اومده $3000 باید بابت آمبولانس پرداخت بکنی به خاطر اینکه با بیمه قرارداد نداشت و باید تمامی اون هزینه رو از جیب خودت پرداخت بکنی. خب اگه تا اینجا فکر کردین اون $3000 هزینه زیادیه، بذارید یه لول بریم بالاتر. یه مبلغی رو بگیم که سرتون سود بکشه. فکر کن رفتی کوهنوردی و پات پیچ خورده مثلا شکسته یا خدای نکرده مثلا یه مال نیشتون زده. چون که شما تو یه جایی هستی و آمبولانس نمیتونه بیاد، مجبورن که یه هلیکوپتر برات بفرستن. هزینه هلیکوپتر اورژانس توی آمریکا بین 30 تا 50 هزار دلاره، یعنی تقریبا 4 تا 6 میلیارد تومان. واقعا عدد سرسام‌آوریه. مواردی بوده که طرف تصادف کرده و بیهوش شده،
هلیکوپتر اورژانس اومده به زور سوارش کرده و برده بیمارستان و وقتی حالش خوب شده فهمیده زندگیش نابود شده. چرا؟ چون که یه قبض 30 تا 50 هزار دلاری براش صادر شده و باید تا آخر عمرش این قسط رو پرداخت بکنه. تازه یه قانونی هم هست اگه حتی شما هم نخواین و امدادگر تشخیص بده که شما رو برسونه به بیمارستان، میتونه این کارو به زور انجام بده. حالا بیاد یه مقایسه ریز بکنیم با کشورهای دیگه دنیا. توی انگلیس آمبولانس مجانیه. چرا؟ چون که مردم دارن مالیاتشو میدن. توی کانادا هم بین 40 تا 80 دلاره. یه چیز تقریبا معمولی. حتی تو ایران خودمون هم هزینه اورژانس یا همون 115 تا رسوندن به بیمارستان مجانیه. البته خب آمبولانس های آمریکا رو نمیتونیم با آمبولانس های ایران مقایسه بکنیم با توجه به تکنولوژی که اونا دارن. ولی خب اینجوری آدم فکر میکنه سلامتی هم یه کالاست و سیستم یه جوری طراحی شده تا بتونه از مردم پول بگیره. خلاصه اینکه بچه‌ها آمریکا کشور فرصت هاست، به شرط اینکه مریض نشید. خیلی دوست دارم نظرتون رو در این مورد بدونم. حتما تو کامنت ها بهم بگید اگه شما بودید اسنپ رو انتخاب میکردید یا آمبولانس رو. اون دوستایی هم که تو آمریکا زندگی میکنن لطفا نظراتشون رو بگن که ما تقریبا چقدر از صحبتامون درست بوده. اگه از این جور ویدیوها دوست دارین لایک و سابسکرایب یادتون نره.